мо як гурӯҳ ҷавононе аз ҷавонони дӯстӣ ибрат гирифта мо қафо намемонем. ҷавонони дӯстӣ ба вертолёт агар ба исфара ҳозир шидагӣ бошанд дар 14 соат, мо дар 11 соат инами пушкакати уже ба ҷанг омодаем. Я тирш бигӣ. Баса ята бзанем. Куака ина теғи болхакати омагем. Кубиги я тир грамоталёт ята бишавака. Во бля. Сахти ба. Мо инами ҷақати инами танка пушкоам омадем. Ина пушка мо ина диден. Ина. Намусу марзи аму душманай. мо ба вертолёт не. Ба пушка омадем. Обод бошен. балонои пушка ма пасида ина. Ранги хай чи охи ранги вертолёти амо чархш пас бадай мо амина. Боз чархш мебарем вертолёт чунда. Мо омодаем ки ба вертолёти амо я чарх барем. Зинда бошен. Тоҷикистон ба пеш. ما همه کسا امروز باوری داریم که همه شما دولت دوست می‌دارین. هم که نه؟ ما وطن دوسته؟ بله. ما برای جنوبی عالی جان ما نمی‌دهیم. بله. تاجیکستان با پر. تاجیکستان با پر. تاجیکستان با پر. افسران پراپورشگاه زپاس از ناحیه دوستی همراه شعبه کارهای داخلی ناحیه دوستی هنگام شنیدن بانگ خطر در مدت 14 ساعت ما در زاستوی ورق ما حاضر و ناظر شده برای حمایت سرحد جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان. ما همه شهر بچه های ناحیه دوستی در اینجا جمع شده ایم که برای حمایت سرحد وطنمان خدمت کرده. همراه من عسکر بچه هایی که در اینجا من خدمت کرده ایستادند، آنها را باید ما دستگیری کنیم تا اینکه آنها ضرر جدی نبینند. در وارخ ما حضور داریم. ما برای محافظت وطن، برای محافظت سرحدی جان سرزمین جمهوری تاجیکستان خدمت میکنیم تا اینکه به یک خوشی خوشی و به یک وجه شاید کسلمت بود بکشم شما تمام بکشش و برحال یعنی ویتالیت ها ببینین آنجا میدگی نزی در تگی پاش اوهان موندگی که نغلط همین بیچاره یک نشده فرسوده است آینهاش ببینین اصلا کار نمیکنه این برنامه ساخته شده با این عمل حکومت کی رو میخواد اینو نیاک اینو نیاک ای امو بیچاره را بالنیسه گریت بروار جان اوخی بسر میغلطه بیچاره از همون یه متر میپره آدم نظامی باشه او خیلی حرفه‌ای پایین میشوه اگر که مشکل خیلی نظامی است اگر لااقل یا خدمت حربی هم کرده باشن باید کمی آب و تاب یافتگیان اوخی بیچاره فروماده بنو که پاد از زمین خریب زمین بگذه و یک نوار دیگه از اینجا میگذارم بعد صحبت ادامه میتیم برادرم از ناحیه دوستی همراه شعبه کارهای داخلی ناحیه دوستی هنگام شنیدن بانگ خطر در مدت 14 ساعت ما در زاستوی ورق ما حاضر و ناظر شده برای حمایت سرحد جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان. ما همه
شهربچه‌های ناحیه دوستی در اینجا جمع شدیم که برای حمایت سرحد وطنمان و برحال همین ورتالیوت ها ببینین از جا میدگی نزید در تگی پاش اوهان موندگی که نغلط همین بیچاره یک نشده فرسوده است آینهاش ببینین اصلا کار نمیکنه این برنامه ساخته شده با این عمل حکومت چی رو میخواهیم ما حیرانم دا یعنی حکومت با این کار شما چی رو میخوایم برای مردم نشان بده یعنی من نمیخوام امروز زیادتر کلیکاوت بکنم بالای حکومت زیادتر تمسخر بکنم اونها رو مسخره بکنم بگم نه باید این کار نکنیم ولی همین آدمی بی عقل اگر از عقل کمی بیرون باشه همین حال شما رو ببینه براتون میخنده شما چه کاری انجام دادید شهروندان عادی را مجبور در اساس سلاح بده یک ورتالیوت که بالونای پیشش کفیدگی بالونای پیش کفیدگی بالونای قفا در آهن موندگی است تا که همون آهن ورتالیوت کپا نشوه آینه‌های پیش ببینید شیشه‌هاش ببینید محکم کلا محکم آهن سوارکه کردگی از فلای 1900 گشنگی این همین خطی یا گو 14 ساعت پرواز کردن اومدن در اون جای حادثه رسیدن مرز دفاع میکنن این ساختکاری ها را ببینید این ساختکاری در حالت جنگی که مردم مرده است حکومت داره ساختکاری میکنه در مقابل مخالفا در مقابل مبارزا خب برنامه‌های ساخته میکنین زیر ارچکو میگم نه خیر شما احمقه بکنید اما در حالت جنگی در حالتی که مردم در یک وضعیت وضعی قرار داره خون ریخته شد ای مردم خون ریخته شد پرچه زمین در بحث رفته است خانه مردم سوخت شما آمدین اینجا با یک هلیکوپتر شکستگی با یک چرخبال ریختگی با یک نمیدونم کارهایی که اصلا بی معنی و بی منطق است غیر حرفه‌ای 4 موی سفید از مسجد آوردین نظامی پوشاندین کلاشنیک دادینشون از هواپیما نیا که چه میفرن آخه نیا اینو نیا این همون بیچاره را بالینچه گرفت برو جان اوخی بسر میغلطه بیچاره از همون یه متر میپره آدمی نظامی باشه او خیلی حرفه‌ای پایین میشوه اگر که مشکل باشه خیلی نظامی اگر داخل یا خدمت حربی هم کرده باشن باید کمی ابوتا بیافتگیان آخه بیچاره فروماده بنو که پاد از زمین خریب زمین بگذه شما ایرا گیجو میبرین در جنگ گیجو میبرین از این مصیبت میسازین شما از این کار مصیبت میسازین بالای ملت اینا تاکتیکای استراتژی جنگی نداره ما باز هم تمسخر میگم بالای او که حکومت اولین کاری که میکنه از نظامی استفاده برای از قوای جنگی اگر واقعا مردم قرقیز آمده از پارچه زمین ما را گرفته است ما طرفداری از اون که ما باید از اون زمین دفاع بکنیم اگر به هر راهی که نباشه دیپلمات است خب اقتصادی است بروز ما اخیرا گپ میگم میبرم ما یا 2 هفته 3 هفته پیش هم خیلی درآمدم گفته بودم که مثال ما هم خیلی گپ قطعی مثال ما این روز وروخ میتیم این جنگ ساشی اوز با هم خیلی گپ قطعی و خیلی حکومتی ما خواه یا چیکو کلی سوای دروج نمیدونیم اوز هم خیلی اوست با مدرویان پومیر میگیرن مرغوب میگیرن همه خیلی گپ قطعی ما رو سویش میکنن برای همو طلب کردن در کار که او اگر شما زنده باشید خیلی بکنید یا بخیزید گاو زنید تو اگر زنده نباشید خلق برای یکم چکنه خیلی مثال ایجا دوژه непонятка ای قرغیزا باری ما کردیم ما کشتیم ما درگیران هستیم ای уже непонятка ما بانی نمی چی داد سلامت باشی برادر تشکر نمی خداب هزار آمد خیلی خب ببینیم برادر دوستان عزیز خب واقعا من میگم جدی است نه ببینید این چیکار کرده است یعنی اینا این همی با این حال با این احمقی با این استراتژی که شما پیش کشیدگین برعکس شما مردم از زیر ظلم میکنین مردم هم میکشین برعکس شما این ما خواهش میکنم از هموطنانی که خب در قشونهای سرحدی خدمت کردین یا که نظامی بدین سابق در جای قماندان بدین در جای نفری کدام نظامی بدین ما خواهش میکنم یک بار داخل شوید استراتژی جنگی از برنامه‌ای که حکومت در درجه یکم باید چیکار بکنه
دوم از کدام نیرو استفاده بره، سوم از کدام نیرو استفاده بره، چهارم از کدام، وظیفه سرباز چی است، وظیفه سالدات چی است، وظیفه خب یک گنرال چی است، وظیفه دیگر و دیگر. همین مسئله دارم. من واقعا یک نفری یعنی که وینی نیستم، نفری نظامی نیستم، من نمیتونم کلا شعر بتم که یکم چی، دوم چی، سوم چی، اما ما منطقاً عقلاً فکر میکنم که مدام که یا اینکه در حالتی که اگر رفتو در داخل تاجیکستان در بین مرز ما مناقشه مرزی صورت گرفت، حکومت باید که اولین کاری که میکنه از نیروی نظامی استفاده بره و آن زن و کودک و مردم ملکی که در اونجا زندگی میکنن اونها رو از میدان جنگ بیرون کنه. یعنی در دو جبهه باید کار بکنه برابر، چون تونه هم زمین دفاع بکنه و تونه هم مردم به ضرر بکنه، مردم زیر خب تیر نمونه. یعنی در دو جبهه باید آماده جنگی باشه حکومت. بعد قسم دوم و سوم مرحله که حالت وزبین میشه و متشنج میشه و یاری طلب بکنه از دیگر منطقه ها، از دیگر چست ها، از دیگر قشون هایی که هستند در دیگر منطقه ها. اگر رفت و باز هم زورش نمیرسه، باز هم ضعیفی کردیده است، بعد از مردمی که زپسنای افیسر هستن، کسانی که یک زمان خدمت کرده بودن یا یک زمان شرطنامه داشتن، کنترکت داشتن، اونها را دعوت بکنه. و اگر که بالاخره کار به جای میرسه نمیتونه، مردم تجای همون منطقه را بگه بیاین در بری ما بستین و باز هم وضعیت از این بیزیب شد، بعد تمام تاجیکستان در حالتهای فوق العاده باید باشه. ولی ما حالتهای فوق العاده اعلان نکردیم که حکومت از مردم عادی استفاده بره. آخه مردم درست بفهمین شما که اینجا میگن که شما ضد هستین، شما امروز مردم رفت از وطن دفاع کرده است، شما ضد او، من ضد او گپ نمیزنم. باید قانون و قرارها اجرا شود در اینجا. ولی ما حالتهای فوق العاده اعلان نکرده ایم. ولی ما رحمانوف خب راهبر هست، راهبر گواردی هست، راهبر کلانترین ارمیا بگین، کلانترین فرمانده قشون‌های سرحدی، اون باید فرمان بده، یعنی باید فرمان بده در حالت فوق العاده اعلام بکنه. او حالت بعد کار متشنج میشه، بعد دیگر رسورس رو باید استفاده بری. حالی رحمانوف در کدام جای مای نوشیده است نمیدونم، در جای خوابیده است، در جای مست است، معلوم در کجا است، معلوم نیست همون نفر کجا است، چیزی نمیگه، نه اعلان جنگی اعلان کرده است، نه حالتهای فوق العاده از وطن، نه مشکلی کلان دیده میشه و گویا تمام راهبر امنیت همه را اوکی کرده است. پس چرا تا حاضر شما این اوارها را برای مردم نشون دادستین؟ چرا نشون دادستین که مردم تجایی بدخشان یا که کلاب یا که از منطقه غرب با نام فرهنگ خلقی، با نام نیروهای اپوزیسیونی، با نام فلان مردم رفته است در اونجا، در حالی که اصلا این همو ولایت سوق نیست و وروخ نیست. همین جای چیزی که میبینید این در کدام منطقه دیگر برادر صحبت داشتیم، راستی نامش شهر فراموش کرد، در همون جا خیلی یک تاکتیکا کردن، یک نوار کردن، نشان دادن، یک ورتالیات، یک چرخبال شکسته ریختگی، مردمی که خب بیچاره از همین مردم گجاش نظامی یا تو خدا همین افیسر است، یک نیا فرامدن هم یارا بیا خال بگجاش نه بازانو میزنه بیچاره. او بازانو میزنه بیچاره. او این نفر نظامی نیست، در هشتی جنگ رفته خندیده است، در میدان جنگ خندیده است. یک کنترک قدم نظامی قبل از اون که از ورتالیات پایان میشه باید بو آموزه در گیجا هست، نگاه بکنه، طرف نگاه بکنه، نمیشه سرکلپات از زمین بافته و بغلته و من جنگ اومده. این مردم این چیز مهم است. این از نظری من است، از دیدگاه من است که در اینجا حکومت داره اشتباه کرده است، باید اشتباهش قبول بکنه. من نه سنگ میزنم، نه ضد منافع ملی هستم، نه ضد او است که مردم دفاع بکنه. مردم آماده باشه، در هر منطقه‌ای که هست مردم آماده باشه. مردمی کلاب ماشاءالله جوانای بهترین بخزن، مردمی خواب پنجکه، مردمی بدخشان برین گفته شنید کنین با رئیس ناحیه‌تون، با همو قماندان هایی که در اونجا هستن، ما آماده ایم، نام نویس بکنین، ثبت نام بکنین که من آماده ام. و باز هم حکومت ببینه که اگر از یک اویله یک فرزند میگه من آماده جنگم، او را بگه برادر تو بیس در او اویله دو فرزنده، یکی او باید بروه. حتی تا اینجا باید فکر بکنه حکومتی، چون خدای نکرده اگر این طرف در جنگ شهید شد، این خانواده به پدر میمونه، به فرزند میمونه. حکومت باید تا این درجه فکر کنه. میفهمین؟ در یک کوچکترین یک حالت خیلی خورده حکومت نمیدونه چیکار بکنه. خدای نکرده فردا نیروی خطای حرکت بکنه، چیکار میکنه؟ تمام مردم همین برین زیر توپ میکشین شما.
ما باز هم میگم که وقتی یک نفر میخواد لبی مرز بروه حکومت با احساسات داده نشوه نگاه بکنه از یک عائله یک نفر یک فرزندی کلان است او را بگه برادر تو برای روز مبادا بیست عائله حسنوف طاهرов ظاهرов 5 فرزند داره یا یکی او را دعوت کنی او را نام نویس کنی برای روز مبادا همیشه باید حکومت بالاش کار بکنه اما هیچی یک گو یک احمقا نشستن در بالای منبرها رتبه برای چی گرفتم من نمیدونم تاکتیک جنگی را من آدم جنگی و نظامی نیستم الکی من حس کردم که من اگر رفت و امروز همون مسئولیت در دست من میبود من باید چیکار را انجام میدادم اول این کار میکردم نیرو را استفاده می‌بردم مردم را بیرون میکردم خب کمک از دیگر چستو از دیگر جاهای حربی میکردم نه اینکه از مردم عادی بلند میشد توسط تلویزیون و رسانه ها مردم میگفتم مردم آرام شوین ما کار کردیم نظام هست ترتیب هست همه خوب است برای روز مبادا از مردم منطقه با رئیس ولایت با رئیس شهر با رئیس ناحیه با سرفرمانده و منطقه حکومت باید صحبت داشته باشه مردم نام نویس کنن آماده کنن تمام نه سلاحشون بتن نه روی جنگشون برن حاضر